امروز که در اولین جلسه رسمی 6 ماه اول سال هستیم. بله بسته است. قراره که برادران مسئول و معاون از عملکرد نهاد و اداره و سازمان مطبوع خودشون حرف بزنن و گزارشی بدن و بگن برای جذب مغزا دکتر و دانشمندا از همه جای دنیا چه کرده اند تا حالا. جناب مهندس دامادی بفرمایید. عرضم به حضور انور وزیر و وکیل و مسئول محترم که در مرکز جذب مغزا هستید، اومدید اینجا نشستید با توجه به حضور مردم خوب و غیور که میخوان تو مملکت همه کارا بشجور. ما تماسی داشتیم با 2-3 تا دانشمند که ایرونی اند و تو دنیا خیلی مطرحن تا بیان ایران و جذب کار بشن، جوونا ببیننشون بی خیال فرار بشن. یکیشون تو کار ماهواره و موشک و فضا، آقای کاظمیان مهندس توپ ناساست. احسن 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 احسن. آقا این یکی هنرمنده با نمره همه کاراش 20. تو هالیوود مثل اون مدیر فیلم برداری نیست. اسمی اون داریوش خنزیه، همه میدونن. واسه اون کارگردان و تهیه کننده سر و دستا میشکنن. همه میخوان ببرن اونو سر فیلم با هزارون خواهش. دیوید فینچر میاد واسه فیلم های پنیک روم و 7 میبردش. احسن 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 احسن. یه دونه شخصیت‌های معروف و مشهور ایرانی توی آمریکا که میشناسید، اسمش میخوام نگم. بگو. من نمیگم. جون من بگو. خیلی خوب میگم بابا آقاسی. بارون چه گل بارون میشه وقتی که میشینند دارون. نه بابا اندیل آقاسی تنیس بازی میگم، اونی که مسابقات روی هرچی تنیس البحت نبودی کردی کمپونه میگم. احسن 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 احسن. آقا بیژن. بله. آقا بیژن. بله. آقا جان آقا بیژن طراح مشهور میگن، طراح عطر و لباس و ادکلون، طلب و جواهر و سایر اقلام واسه قر و قمیش، دوای کم شدن و زیاد شدن ریش. احسن احسن. چه کرده آقا بیژن؟ آقا جون همه اینایی که گفتی به کنار، اگه راست میگی مثل ما برو میلیاردر ایرونی بیار که بیاد تو مملکت دیشتام بکنه، خرج بکنه، برج بسازه، هتلای خوشگل بسازه، ارز بیاره، اقتصاد و ورز بیاره، خلاصه یک کاری بکنه که جیب همه رو یاری کنه. احسن 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 احسن. گویا که دیگر کسی نمانده حالا، با بنده اگر موافقی دستا بره بالا. دستا تو هوا